وارد مرحله از تاریخ شدیم که بی فکری اسمش شده روشن فکری. چرا همه بی بند و باری ها عادی شده؟ چرا با همه چیز موافقی؟ چیزایی میبینیم و میشنویم که شاخ در میاریم اما تاییدشون میکنیم مبادا بهمون بگن عقب افتاده. توی آزادی هم یه سری مسئولیت و قانون وجود داره. قبل از اینکه همه حد و مرزها رو جابجا کنید و چهارچوبا رو زیر پا بذارید فکر کنید. بی قیدی و روشن فکری با هم فرق میکنه. واقعا من دوست دارم وسط این جماعت بهم بگن عقب افتاده. عقب افتاده باشم اما با هر چیزی موافق نباشم. وارد مرحله از تاریخ شدیم که بی فکری اسمش شده روشن فکری. چرا همه بی بند و باری ها عادی شده؟ چرا با همه چیز موافقی؟ چیزایی میبینیم و میشنویم که شاخ در میاریم اما تاییدشون میکنیم مبادا بهمون بگن عقب افتاده. توی آزادی هم یه سری مسئولیت و قانون وجود داره. قبل از اینکه همه حد و مرزها رو جابجا کنید و چهارچوبا رو زیر پا بذارید فکر کنید. بی قیدی و روشن فکری با هم فرق میکنه. واقعا من دوست دارم وسط این جماعت بهم بگن عقب افتاده. عقب افتاده باشم اما با هر چیزی موافق نباشم.